گفتن نمازش را خوشرویی میخواند تا اینکه دیگرها باید که ماشاءالله شخصی خداترس بود، از نمازی زیبایی دراز میخواند، از گویند گفته. یا صدقه میکند گویند که ماشاءالله شخصی سخاوتمند بود، از گویند مردم. برای دریافت کردن رازگی مردم، نه برای رازگی الله تعالی. حج میکند برای دریافت کردن رازگی مردم، تا اینکه مردم احترام کنند، حاجی گویند، حرمت کنند. قدر خدا هم هست، الله تعالی رو نیز درست می‌دارد. قدر اخلاص و محبت خدا هم دارد، می‌خواهد به رازگی خدا هم نائل شود، لیکن در دلش باز کمی این چیزا شریک می‌شود. الله تعالی میگوید که انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من بی‌حاجت‌ترین شریک‌ها در دنیا. خدا میگوید که اکثریت شریک‌های همدیگر فریب میدن، در سودا، در تجارت، در کار. تجارت وقتی که میکنن شریکش حرکت میکنه فریب میدن، بسیارتری فایده برای خود گیرد و کمترش برای شریکش گیرد. همه شریک و غیر خدا ترس. خدا میگوید که لیکن من میگوید بهترین شریک‌ها از من دیده شریک بهتر نیست. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری، کسی که یک عمل کنه و عملی صالح مسجد کوشد، مثلا یک عملی خیر کنه و همراهی من دیگر کسی شریک بیاورد، ترکته و شرکه، شریک از بحر خودش هم برآمدم، از بحر شرکش هم برآمدم. یعنی من از این خیلی شریک ها بیزار هستم. یعنی بهترین شریک معناش این است که 100% شریک هم میتونم فایده خدا هم نمیگیرم، تقسیم نمیکنیم. 90% 99% برای خدا باشد، 1% برای خود مردم باشد، یا برای رازگی گذشتگان باشد، برای رازگی خدا نباشد، برای رازگی قبر فلانی باشد، یا برای رازگی هیکل یا بوتی باشد. ترکته و شرکه. خدا میگه من از خودشم بیزار هستم، از آن عملی که کرده است از ویم بیزار هستم، حتی یکون خالصا لله، تا مادامی که عمل خالص تازه 100% برای رازگی الله تعالی نشود، الله تعالی قبول نمیکند. از الله تعالی پرسان هستیم که ما را الله تعالی از شریک آوردن در پناه عصمتش نگاه دارد، در این دنیا یگانه پرست و یگانه اعتقاد کننده زندگی کردن را الله تعالی نصیب روزی گرداند و از این دنیا مسلمان وفات کردن را نصیب روزی گرداند و به شخصان خدا پرست و یگانه پرست میدان شدن را نصیب روزی گرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.